داشتم فعالیت میکنم. ما دیگه در لایف های خودی جنجاله کرده که در 3 سال برپا کرده بودیم دیگه ای جنجاله که ختم میکنیم. ما از طرف خود ختم میکنم. ما ای جنجاله که دیگه خوش ندارم. هر کس در افغانستان خوب کرد بد کرد، چیزی که در ویدیو میگفتیم این تاریخ افغانستان بیان میکنه. نیاز دیگه نیست که ما اینجا بیایم گلون پاره بکنیم ای خوارت ای مادرت ای فلانت ای بستانت، صبح تا شب مردم دو بزن، خوار مادر خودت زیر دو پر، تو چی گپ از خانه خیرت باشه. شدید با تصویر زنده باد امارت اسلامی افغانستان. این سیاست نمیگن، وظیفه ایم است که از حکومت خود از نظام خود طرفداری بکنه. میفهم صدا نیست که من گپ میزنم، پس صدا رو باز میکنم. بله اینال صدا است. خب دوستایی که تازه آمدین کلتان خوش آمدین. کجا بودیم؟ راجع به ورزشکارا گپ میزدیم. بله 100% گفتم ورزشکاری که بیای باز خود داخل بسازه راجع به مسائلی که خشم مردم زیاد بکنه. ما مردم اگه آمدیم صحبت کردیم مردم عام هستیم، نرمال یک آدمی که نه ورزشکار است نه دیگه است. ولی ورزشکارای MMA، ورزشکارایی که در سطح بالا ورزش میکنن، اینا خدا باید دور از سیاست نگاه کنن، راجع به مسائل سیاسی گپ نزنن، راجع به نظام و حکومت و فلان و بستان گپ نزنن، فقط ورزش خدا بکنن بر افغانستان افتخار بیارن. دیگه باز در اون صورت طرفدارشان هم زیاد است، تمام مردم طرفدارشان میشه. وقتی گفتم که اگه باز خود داخل میسازن در مسائل سیاسی، ایرا مطمئن باش که یک طرفدارای خیلی زیاد خود دست میدن. آفرین جور باشی. خب کسایی که پارازیت پخش میکنین امنیت برتان داده نمیشه. زی بود فقط یک کلیک میشین میوت میشین، دم بالا فقط بتانین لایف سیل بکنین. یک بیمانه گپ زد. کی بیمانه گپ زد؟ گپای بیمانه را زیاد امنیت نده، به خاطر که هر قدر نجن. بله ما در قدیمم چه میدیدم بعض از ویدیوهایش که میامد، بعض از صحبتایش که در صفحات اجتماعی پخش میشد، جدیدن هم از صفحه خودش بعض چیزایی که پخش شده بود ما اونا رو دیدم. جان یک شیر هستی، جیگر هستی، آرام باش، زنده و سلامت باش. و کوشش ما اینمی است که اینمی موضوع لایف چی است؟ موضوع لایف ما جنجالک نیست بیادر. اگر دنبال جنجالک هستی برو خداوند کدام جای دیگر روزی تواله بکنه. موضوع لایف مازی بود بسیار آرام است. گپ میزنم که دوستا صحبت میکنم، کسایی که کامنت منفی میتن امنیت نمیتم شوتش میکنم در بالا که بره در بالا سفر لایک بکنه. این صفحات اجتماعی که خراب شده از دست چکچکی ها خراب شده. این میایی که مسیج های کامنت های منفی میدن اینا چکچکیستن.
اینا تو رو میخواین احساساتی بسازن از یک آدرس، از یک آدرس مشخصه که تو به او آدرس توهین بکنی یا خشم مردم از یاد بکنی. اینمی چکچکی هستن. این چکچکی ها رو از قفاقکاری که دم 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 بزن که بره پشت کار خود، دنیا گل و گلزار میشه. نجان شروع کرد به سیاست. خب گفتم پیشترم گفتم حالا میگم، هر ورزشکاری که در مسائل سیاسی خود دخیل میسازه طرفدارای خود دست میته، دیگه باز کس طرفدارش نیست. شاید یک تعداد انگشت شماره در صفحات اجتماعی معلوم شوه که بیادر طرفدارش است، با طرفدارش نیست. اگه گفتم این ورزشکارای ما میخواین که تمام مردم افغانستان طرفدارشان باشن، چون مردم افغانستان ورزشکارای خود دوست داره و شمول خودم، من تمام ورزشکارای خود دوست دارم. اگه کرکت است، اگه بوکس است، اگه در هر رشته که اینا ورزش میکنن افتخار میارن بر افغانستان، ولی از سیاست خود دور نگاه کنن. از سیاست خود که دور نگاه نکردن، باز طرفدارشان از بین میره پشت خود. برو کار کن، دو بالا سفر لایک یک چند دقیقه. آفرین، اونجا برو. در لوج بالا برات روانت میکنم. سگ چقدر ما قدر تو رو میکنم. نه این دو بالا روانت کردم. بله دقیقاً 100%. خب دوستایی که تازه آمدین خوش آمدین کلتان. و دیگه این مسائل که خصوصا در لایف ما داری تیک تاک یا در صفحات اجتماعی، هر کس اختیار خود داره. هر کس از آدرس خود گپ میزنه. من از آدرس خود گپ میزنم. من نه نوکر کس هستم و نه نانخور کس هستم. لایفم است، دلم، پایسکلم، تلفنم است. هر رقمی که دوست داشتم فعالیت میکنم. ما دیگه در لایف های خودی جنجاله کرده که در 3 سال برپا کرده بودیم. دیگه این جنجاله که ختم میکنیم. ما از طرف خود ختم میکنم. ما این جنجاله که دیگه خوش ندارم. هر کس در افغانستان خوب کرد بد کرد، چیزی که در ویدیو میگفتیم، این تاریخ افغانستان بیان میکنه. نیاز دیگه نیست که ما اینجا بیایم گلون پاره بکنیم، ای خوارتا، ای مادرتا، ای فلانتا، ای بستانتا، صبح تا شب مردم دو بزن، خوار مادر خودت زیر دو پر، تو چی گپ است؟ خانه خیرت باشه. دیگه این مسائل باید از طرف ما باید ختم شود. دیگه بس است برادر. تا چی وقته؟ فلانی چی کرد، بستانی چی کرد، بستانی چی کرد، فلانی چی کرد. تاریخ افغانستان بیان میکنه که چی کرد. خیانتم کرده برای مردم روشن است، خدمتم کرده برای مردم روشن است. 3 سال است ای خوارتا، ای مادرتا، ای فلانتا، ای بستانتا. نه بیادر، چرا بیادر؟ اونم رقمی که در ویدیو خود گفتیم بیادر، اگه دشمنی میکنی برو که پاکستان دشمنی کو، برو که ایران دشمنی کو، برو که دشمنای مستقیم افغانستان دشمنی کو، که کسایی که تا امروز سیاستمدارش زد تکت کرد، بربادت کرد. چرا که هموطن خود من دشمنی کنم بیادر؟ هموطن ما داریم، هموطن داریم جاهل است، هموطن داریم کوشار است، هموطن داریم که عقل و هوش سالم داره، هموطن داریم که نداره. بیا کمک واره از خودگذری بکنیم او برادر. نمیشه که 24 ساعت در سر کلم دیگه خود بزنیم. نمیشه که 24 ساعت دو توهین دشنام. تا چی وقت بیادر؟ بیننده میخوایی؟ از 3 سال است که مسائل سیاسی زیادتر در صفحات اجتماعی دامن زده شده. شاید تعدادی که در زیر لایف هستین یک نفرتان خوشت قدیمی باشین و بیادر. پیش از 3 سال 4 سال دیگه من در اینجا فعالیت داشتم. فکس 4 سال دیگه. در همین 4 سالی که من فعالیت داشتم، نه گیم بود، نه پیسه بود و نه سیاست، این رقم سیاستی که در سر کله هم دیگه خود بزنیم نبوده. ولی فالوورم داشتیم، بینندام داشتیم. هزار رقم موضوعات دیگه بود که بیان میکردیم. هزار رقم موضوعات بود که می آمدیم بیان میکردیم. اگر می آمدیم دخالت میکردیم در مسائل سیاسی خارجی، دخالت میکردیم در مسائل سیاسی پاکستان و ایران، دخالت میکردیم. در 3 سال تیر شد. در 3 سال نه خوار مادر هم دیگه خودم ماندیم تلک ترازو کردیم، هم خوار مادر خود زیر دو انداختیم، هم خوار مادر مردم تلک ترازو کردیم. یا کمک واره بیادر دوش بیاییم بس است. خدا کنه که بیادر بس کنه. نو بیادر، آفرین به خدا. تنها یک طایفه فحاشی میکنن. نو برادر، نمیشه که بیادر اینجا بیایم مقصر بکشن فقط یک طایفه فحاشی میکنن. فحاشی بکنی درست است که بیادر یک تعداد شاید زیادتر فحاشی بکنه، یک تعداد کمتر فحاشی بکنه، ولی از یک دست صدا نمیه بیادر. سفر لایکو بچیم، سفر دیگه. شما چکچکی ها را من از زیر لایف خود نمیمونم.
کم کم آدم شدی و نشدی، شما چکچکی ها رو شوت میکنم، هیچ امنیت براتان نمیتم دیگه. خب راجع به کسی که گپ زدی میوت میشی. در لایف ما راجع به شخص دوم گپ نزن، معذرت میخوایم ازت. راجع به حمید سادات گپ میزنی، برو در لایف خودش گپ بزن. در لایف ما چیکار داری؟ داری جامعه من حمید سادات هستم، من از توی نادری هستم، من فلانیستم، من بستانی، من جانیستم. راجع به خودم گپ بزن. خدا یارت باشه، جور باشه، خدا یار خودت باشه. انتقاد پیشنهاد دارین میتونیم بالا بیاین، دور از دو دشنام میتونیم بیاین انتقادتان بکنین، گپتان بزن. سلام جان، خوب هستی؟ سلام علیکم. این حال آدم خوب شدی، آفرین، خدا تو خیر بیده. والا ما از اولش آدم خوب بودیم، خب مجبور ساخته بودن دیگه. این حال کوشش میکنیم که اگه مجبورم بسازن، علیکم السلام، مجبورم بسازن ما یک کمک و حوصله داشته باشیم. دو داشتم بدت نمیخوره، کاری خوبی کردی دیگه، مزاحم دوستان نمیشم. خدا حافظ. تو همو کس هستی؟ همو فیلوال هستی نی؟ چی؟ همو فیلوال هستی؟ نه من فیلم ندارم، من خود آدم هستم. فیلم چیست فیلم؟ نه صبر کن، اشتباه فکر نکن. نه تو نیستی. نه من اشتباه گرفتم، سعید بیادر. باشه، خدا حافظ. خیر، زنده و سلامت باشی بیادرم، تشکر. خب دیگر دوستایی که اگر انتقاد پیشنهاد دارین راجع به ویدیوهای جدید ما، نظر به فعال نیک میبینین یا ای که مخالف هستین، میتونین بین بالا بین گپ بزن. سلام علیکم لالا جانی، چی حال داری؟ سلام علیکم بیادر، چی حال داری؟ شکر بخیر باشی. این تو بیادر این کارهای مثبت که خوش ما بیایی جان لالا. لالا کارهای مثبت که ما بیادر همیشه در تلاش کارهای مثبت بودیم، که گفتم یک تعداد مجبور ساخته بودن که گفتم که دلی کاراکترت نمیخورد امی که مردم چیزی بگویی یا قومیت نمیخورد. تو بیادر باید در دلای مردم جای داشته باشی. قوم کسر خمه داره در طول تاریخی که ما فعالیت کردیم، نه قوم نه سمت کسر ما قرار بوده. والا یگان وقت آزار میدادیم و مگم بازم دوست داشتیمت. بازم خیر باشه لالا، اومدم بگویمت کار مثبت میکنی. در جیگرت دور آرام باش بیادرم، تشکر. روز خوش بیادر، خدا حافظ، بای بای. یک دنیا تشکر بیادر، تشکر. حالا آدم شدی، دو بالا برو سفر علیکی بچه. آفرین دیگه، شما چکچکی ها در زیر لایف ما جای ندارین. حالا کدام طرفداری کدام قوم هستی، دو بالا برو سفر علیکی بچه. آفرین برو دو بالا، اونجا برو گپای دوستا را گوش کو، ببین دوستا چی میگن، یک چیز را یاد بگی. تو ره چی بگی گپا؟ شما چکچکی مردم خوب همی صفات اجتماعی را به گن کشیدین. یک شخص یک رای درست را میخواه انتخاب بکنه که یک کار مثبت بکنه، ای بیاین چک کنین، ای بگوین دوش بزنین، ای بگو بیادر ترسیدی، ای فلان، یعنی احساساتی بساز مردم. علیکم السلام، خوش آمدین دوست. هر دوست و هر کسی که زیر لایف هستین میتونین که اگر انتقاد دارین میتونین بالا بیاین انتقادتان بکن. انتقاد، پیشنهاد، نظر. خب این برادر ما مثل که اینترنتش ضعیف بود. دیگه دوستایی که انتقاد پیشنهاد دارین میتونین بیاین گپ بزنین. علیکم السلام، زده شرف فساد، خوش آمدید. سلام جانی سلام برسه، خدا کنه که جور صحتمند باشی. این جانب قهرمان گوسفندان در حضور صحبت میکنه، خدا کنه که خوب باشی. جور باشی بیادر. چه رقم قهرمان هستی، چه رقم نام هستی بیادر؟ چرا تو خوشدار نام نیستی جانب؟ والا خب تو خود کدام ضرر گوسفندان فرض مثال اینمی اگه در مردم ما کس را تارگت ندارم،
می کس را هدف قرار دارید. اگر مردم خود تیار گوسفند است که جان بهتر اگر مردم استفادهش میکنه دیگه. ما هم که هستم قهرمان گوسفند هستم. حالا قهرمان خودم خدا یار جانت باشه، هر نامی که ماندی مربوط صفحه خودت میشه، مربوط شخص خودت میشه، ما به نام مقصد که کار به نداریم. تو مقصد به تو کدام تعیین تکلیف نکرده باشه این نامه جانم. نه 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 نه، به کدام انتقاد پیشنهاد نظر اگه داری حالا میشنیم. انتقاد ما نمیست جانی واقعتش برد بگیم تو باید یک همین برا خنده بکنم پگره برد میگفت. نه بگو بگو راحت باش. این رفتی پایین رفتی نه. در کار خوب شما برکت. سلام جان جانی، جوان میلی، جور آرام باش. خب دیگه دوستایی که میخواین بالا بیاین. پیشتر اینترنت خودت ضعیف بود، دوباره بالا آوردم تا درخواست داده بودی. هر دوست که میخوای بالا به صبح. جان جانی سلام خسته علیکم. نباشی. جور آرام باشی بیادر. خسته نباشی. چه حال داری؟ شب روز سلام علیکم. سلامت باشی بیادرم. مایک اگه میشه قاب مایک تک چیز که بسته که صدا رو انکاس میده. جان بیادر مشنیم. احمد کریمی. جان جانیا خوب هستی؟ بخیر هستی؟ سلام. فضل خداست بیادر. خدا چی حالی؟ ای بیادر که آمده حاضر لایف و بیرانده هایتون. علیکم السلام. خیلی خوشحال هستم همراه شما همکلان شدیم. یک جوانی مبارز هستی، موفق سربلند باشی. جور آرام باشی بیادرم. نظر لطفت است. یک دنیا تشکر از خودت از اینکه بالا آمدی. یک کدام نظر پیشنهاد انتقاد داری من مشتم بیادر. انتقاد ندارم جانی فقط یک خواهش دارم. فقط ما امر کنیم بیادر. یک خواهش هم میکنم دایم یک لایف ملی داشته باشه. جان لایف ملی داشته باشه. فقط اموقع کامیابی تا میخوایم سربلند باشه. جور آرام باشی. یک دنیا تشکر بیادرم. شکر. سلام. زنده و سلامت باشی. میاریم دیگه دوستا رو بالا میاریم. سلام علیکم. علیکم السلام بیادر. خوش آمدید. روزی بخیر، صحت خوب. فضل خدا بیادر. خدایا رو جان جور است. فضل خداست. بفرمایین بیادر کدام انتقاد پیشنهاد اگه دارین میشنیم. انتقاد نداریم، مقصد جور باشه آرام باشه جی. زنده و سلامت باشی بیادر. خودت ورزشکار هستی بیادر؟ پولمون عکس خودت هست یا از کسی رو ماندی؟ از خودم است. ماشاءالله ماشاءالله. خیر سلامت باشه. زنده و سلامت باشی بیادرم. از اینکه بالا آمدی یک دنیا تشکر. همچنان سلامت باشه. آرام باش. شب خوش آرام برات میخوایم. تشکر. سلام علیکم بیادر. سلام علیکم لالا جانی جور بخیر جان جور است. شکر از فضل خداست بیادر. خودت چی حال داری؟ طرفایتان قراری است ان شاء الله؟ الحمدلله به دعا خدا خوب هستی جان جور فضل است. خداست. فضل خداست. خوش شدم که صدات شنیدم لالا جانی. زنده و سلامت باشی. راجع به ویدیوهای جدید ما کدام انتقاد پیشنهاد نظر اگه داشته باشی میشنیم. هیچ انتقاد ندارم. جور آرام باشی، برکت بالا باشه لالا جانی. هر جا باشی زنده و سلامت باشی. تشکر عزیز دل. یک دنیا تشکر از خودت که بالا آمدی. جور آرام باشی بیادر. زنده باشی بخیر وقت خوش. تشکر. وقت خوش. خب دیگر دوستایی که اگه کدام انتقاد پیشنهاد نظر دارین میشنیم بیادر. میتونین درخواست بدین بیاین بالا بیاین. جور باشه. همچنین شما هم خوش باشین. علیکم السلام. علیکم السلام. خوش آمدین کلتان. سلام سلام. علیکم السلام. خوش باشی. جور باشی بیادر. زنده و سلامت باشی. آرام باشی. خب دوستای کسایی که انتقاد نظر پیشنهاد دارین میتونین بالا بیاین. چی راجع به ویدیوهای جدید ما و چی در کل اگه کدام انتقاد پیشنهاد دارین میتونین بیاین بالا بیاین گپ بزنین. سلام علیکم. علیکم السلام. خوش آمدین.
به من تصویر کافی جگر هستین زد شرف فساد جور باشی دلت از سیاست بد کردم به شک تساله سلام جانی بیادر علیکم السلام بالا بیار تشکر بفرمایین بالا بیار من پیشتر اوکی کردم نشده اینا تازه بله سلام علیکم سلام علیکم بیادر خوش آمدی جور هستی بخیر هستی جانم جور انتقاد پیشنهاد نظر اگه داشته باشین لایف انتقادی است لایف پیشنهادی است بیادر راجع به در کل یا ای که راجع به ویدیوهای جدید ما کدام انتقاد پیشنهاد نظر داشته باشیم میشنیم والا اندیوال ما به خدا در کل بگویم تا کارت خوبش است که از سیاست بلد والا اگر دیم سیاست ما شما هموطن هستیم کل ما شما مثلا ما تو را تحقیق کنم مزاره ما یا تو ما تحقیق کنیم دیگه بنان هم دیگه پذیر باشیم از محبت انسانیت که یک چیز معتبر نیست دیگه همین کارت خوبش هست همین برنامه که میگیری از سیاست این مشکل سیاست خداحافظی که افغانستان با سیاستش کران یک طرف دیگه فلوان است خداحافظی که برد نمی خدا خب خیلی تصمیم خودم بود که من همچین تصمیمی را خودم گرفتم به نظر من فکر میکنم که تصمیم خوب است حالا دوستای چی نظر دارن نظر از اونام برای من مهم است هر کسی که نظر پیشنهاد انتقاد داره میتونه که نظر خود بگویه ما به عنوان یک شهروند افغانستان حق مسلم ما بود که راجع به مسائل سیاسی گپ بزنم ولی سیاست در تیک تاک بجز از دودش نام دادن و خوار مادر تلک کردن دیگه کدام چیز را من ندیدیم به مو خاطر ما از همین سیاست تیک تاکی تیر شدم هدف ما همین است منظور من نیست که در تیک تاک بچه مثلا تو ما باشم تو باش هر کسی باشه یک مادری ما مثلا می‌بینی که بعدا در تیک تاک دودیان لگانه است خوار مادر آدم عزت داره شرف داره مادر آدم لایق نیست که مردم باید دو بزنن مادر ما باشم مادر تو باشم مادر تو یک مادر است بنان مادران نماز می‌خوانند مظلوم هستند اگر زنده هستند خدا جان رو نصیبشان کنه اگر مادرایی که مردن خداوند جنت رو نصیبشان کنه من رنج میبرم که از وطنداره ما که کمپرسی میکنن دو میزنن و خوار مادر یکی را با خودشان هم توهین میشن بنابراین موقعی یک شایستگی یک مرد نشان نمیده که مثلا ما بیاییم کمپرستی قوم دو بزنن بلغان بیفایده یعنی قصد فقط تحلیل میشه خود ما یعنی یک ما بجان دیگه ما تحلیل کن دو بزن دو لگان آخرش نتیجه کن ترکستان یعنی رایش غلط بیفایده که مادرها دو میخورن مادرها گناه دارن پدرها گناه دارن اونا شیر دادن محکوم هستن نیاز نیست که اونا زیر دو دشتان قرار بگیرن این کار خوب میشه جور آرام باشی کوهستانی بیادر یک دنیا تشکر از خودت موقعیتم زیاد به نظر من خوب نیست صدایت بر ما ضعیف است ولی شنیدیم یک دنیا تشکر بیادر کوهستانی عزیز برو بخیر باشی خدا حافظ زنده و سلامت باشی یک دنیا تشکر از خودت اجمل نظری خوش آمدین بیادر سلام علیکم جانی عزیز خوب هستی صحتمند جانم چور است سلام علیکم سلام بیادر خوش آمدید چی حال والله حال صحتمند هستی خیراتی است فضل خدا به دعای شما بیادر بفرمایید انتقاد پیشنهاد نظر راجع جانی است انتقاد خو نداریم سرتان ما پیشنهاد می است که همیشه از حقایق پای بریم همیشه حقایق بگوییم به هیچ عنوان اگر هر کس خفه میشه کس خوشحال میشه به وطن خود رحم کنیم به وطن خود دل بسوزانیم به وطن خود دل بسوزانیم این همی باید هدف ما باشه همیشه حقایق بگوییم هیچ وقت یک دوست رفیق تخریب نکنیم و همیشه به خیر یک دیگر خود باشیم این خود 100% و یک سوال از خودت ما پرسان میکنم البته راجع به مسائل سیاسی ما گفتیم که گپ نمیزنم ولی یک سوال بسیار عادی است که از خودت پرسان میکنم تاریخ افغانستان خودت خواندی یا ای که عمرت شاید قد بته یک چند سالش خب به چشم خودت هم دیدی که در افغانستان هر گروه هر حزب هر کسی که زور داشت حکومت میکنه و موضوع اگه بیایم در جای گلون پاره بکنیم یکی دیگه خود تلک ترازو بکنیم جای رو میگیره بالکل نه خب همیشه امی چیخ ما میزنیم میگه به هم برادرها میگم بیادر بده و میگه پای چیز نه جای میگیرن نه در جای میرسیم
ما خودم 41 سال عمر دارم. در 41 سال در افغانستان در کابل وقتی کردیم هر چیز بهش خود دیدیم، هر گروه دیدیم، هم راکت شدیم، هم جنگ شدیم، هم زدن شدیم، هم کندن شدیم، هر کار شدیم. دیگه الله سر ما شما که رحم نکنه، ما شما بسیار مشکل از بین خود جور بیم. ما اگر به حقیقت اگر بزنیم این کمیشه که بگیم می رقم میکنیم می گپا یا گفتیم ما مردم سر جوی هستن. دیگه امید به این است که هم پذیری کنیم، با که دیگه خود شفقت کنیم، دوستی کنیم، که دیگه را بشناسیم. در غیر از بسیار مشکل است. آیا ما مهتر جانی که از طالب دفاع میکنی کرم بس صحبت های ادامه بده. صحبت های تکمیل شد برادر؟ بله یا آزان شام هست از خاطر دیگه ما خدا. خب درست است. پس از خودت خداحافظی میکنیم. یک دنیا تشکر از پیشنهادت بیادر. زنده و سلامت باشی. تشکر بیادر. پرنس خوش آمدین بیادر. صدایتان بسیار ضعیف است بیادر. بسیار صدایتان ضعیف میشنم. جانی بیادر خوب هستی خیرتی؟ اینال یک کمک وارد درست شده. تشکر بیادرم. خودت چی حال داری؟ طرفین قراری است ان شاء الله؟ خیر و خیریت است بیادر. شما خوب هستین؟ فامیلای محترم خوب؟ زنده و سلامت باشین، آرام باشین. به دعای شما برادر. بخیر باشی جانی بیادر. ما خو نه انتقاد داریم نه پیشنهاد. برای ما مثل بیادر واری هستی، همیشه برات احترام کردیم، زیاد وقت میشه تعقیبت هم داریم. فقط چند تا بمی دو که میزنن کسایی که مبارزین تیک تاک هستن، برای از اینا میگم کسایی که قوم پرست هستن. جان مشتاق شما که نیست جانی بیادر. ما و شما اگر ما پشتون هستم، خودت از است، یک بیادر دیگه ما تاجک است که ما میگه 100 چیغ بزنیم که ما پارسیوان قبول نداریم، ما تاجک قبول نداریم، ما زرار قبول نداریم. کسی که حکومت میکنه او سر ما حکومت میکنه و کسی که کدام قومایی که در افغانستان هستن اونا را کسی جدا کردن نمیتونه. ما با هم مثل خون آلتی تو پرک شدیم. ما از تاجک گرفتیم، تاجک از پشتون گرفته، پشتون از هزاره گرفته. دیگه با کسایی که در تیک تاک هستن برای از اینا میگیم که شما همیشه روی تنسیا میمانه و متخاط مان که 100 چیغ بزنین که ما افغان نیستیم، ما افغان قبول نداریم، یا ما پشتونایی که ما میگن ما تاجکا را قبول نداریم، حکومت از ماست. هیچ هستیم ما شما هیچ هستیم هیچ که 100 بگویم. هیچ قوم از خود جدا نمیشه. در افغانستان خوب صمیمیت است. بهترین رفیقای ما که هستن پنشیری هستن، هزاره هستن که مثل بیادرای ما هستن. دیگه بیادر کدام گفتنی نداریم. ببخشی موضوع هم دیگه طرف بردیم. دیگه خدا کنه وقتتان نگرفته باشه. صدای من بند بوده، ببخشین. تشکر نجیب بیادر که متوجه ساخته. دیگه اگر ما میخوایم که یک فعالیت درست در تیک تاک داشته باشیم، یک فعالیت مثبت داشته باشیم، چرا ما همیشه بیایم کشور خود وحشتناک معرفی بکنیم؟ چرا ما ویدیوهای ما از امروز بانه تا 100 سال تا 200 سال تا 500 سال دیگه که بتونم ببینم که ما افغانستان وحشتناک جلوه داده روان هستیم؟ چرا ما از خوبیای افغانستان گپ نمیزنیم؟ چرا ما از پیشرفت‌های افغانستان گپ نمیزنیم؟ ما باید از پیشرفت‌های افغانستان گپ بزنیم، از آبادی افغانستان گپ بزنیم، دور از مسائل سیاسی بیادر. هر کس شخصیت خود داره، هر کس میتونه اختیار خود داره که بیادر از هر گروهی که از هر کسی که خواست طرفداری بکنه. و گفتم در ویدیو خودم پیشترم گفته بودم، یک ویدیو دیگه آپلود کردم که تاریخ افغانستان را بیان میکنه. در افغانستان کی خدمت کرد، کی خیانت کرد، کی هر کاری کرد، تمامش معلوم دار است. در تیک تاک ما بیایم میره بیان بکنیم یا در تیک تاک بیایم بیادر به سر کله هم دیگه خود بزنیم، بجز از اینکه ای خوارت ای مادرت، او از اون طرف ای خوارت ای مادرت، دیگه چیز به دست نمیاریم. دیگه فقط این چکچکی ها را از زیر لایفایتان گم کنین. کسای کدام هم نظر هستین. هر کسی که چک از زیر لایفتان، چک به این مانا که تو رو دو میزنه، چک به این مانا که تو رو میگه ترسیدی، چک به این مانا که از دیپورت ترسیدی، چک به این مانا که بعد اعلی که تو رو اخطار دادن. این کلش چک است. تو رو میخواین احساساتی بسازن که تو دوباره بخوای یک کار منفی بکنی
که و اینا خوش باشن، بیننده باشن. چکچکی از اکادمی اگر هم نظر هستین هر رقم فعالیت که دارین چکچکی را گم کنین، از طرفتان گم کنین، چکچکی را از دور برتان گمشان کنین. کابل موزیک بیادر علیکم السلام، چی حال اول داری؟ سلام، شب بخیر. من با تو کار دارم. بله به شک است که با من کار داری. درخواست بده بیا بالا، یک کار داری. دقیقاً بیادر 100%. من میالم میگم زنده باد امارت اسلامی افغانستان. برو اون ویدیو بگی. کسی که میترسه خب بیادر خو نمیگه، من خو میگم. این پیشوری با تصویر. زنده باد امارت اسلامی افغانستان. ایره سیاست نمیگن، وظیفه ایم است که از حکومت خود، از نظام خود طرفداری بکن. یک ساعت از مسیج روان که در روان استی کلا ترسیدی، کلا که دیپورت میکنه. این ما برای اینجا سلامی میزنم. خب زنده باد امارت اسلامی افغانستان. برو ویدیو مرا بگی. در تو هم کار ندارم که تو از هر بیا گپ پشت گپ نگید. بیا در کدام تو کست ولد چی کنه میشنم بانشانه کرشتی که می. سلام علیکم بیادر. سلام مرز ادب خدمتت لالای بزرگوار. علیکم السلام بیادر، چی حال اول داری؟ جور هستی؟ زنده و سلامت باشی. صحت سلامت هستی؟ قراری هست؟ جور آرام باشی بیادر. گفتی کدت کار دارم بالا. من خیلی وقتا میشه که لایفت هم میبینم یکی از کی مایه میکنی، از کی مایه میکنی، دیدگاه خودت است، مفکوره خودت است، کار خودت است. بله. کاری به این کارایت ندارم. اما یک سوال میخوایم ازت بکنم. بفرمایید. از تو نه؟ اول از تو میکنم، از طریق لایف تو با کسایی میکنم که سالهای متواتر 10 سال 15 سال 20 سال میشوند که در افغانستان نیستن، از حال مردم افغانستان تو افغانستان هیچ خبری ندارن. فقط چیزی را که در صفحات مجازی میبینن قضاوت میکنن. چند سال میشود که خارج از افغانستان هستی؟ ما تقریبا یک 28 سال. 28 سال. بله. یک چیزی میخوایم بگویم. ایرا باید شما هایی که در صفحات اجتماعی در تیک تاک، فیسبوک، مچیم چی و چی که فالوور زیاد دارین، همیشه قومگرایی بیشتر شما میکنی. 28 سال میشود که در افغانستان نیستی، شاید 35 شاید 35 36 37 لا دم خانه سندتم باشه، از او بالاش باید نباشه. اینجا هستم بیادر. بفرمام مطلبت یک ذره خلاصه. شما 50 سال است. شماها و شماهایی که دم خارج هستین یا در آلمان هستین یا در هر جایی که هستین، امی شما چی حق دارین که 30 سال میشود تو و دیگرایی که با تو هم نظر هستن، هم مفکوره هستن، شماهایی که 30 سال میشود در افغانستان نیستین، نه آب و هوای افغانستان را تنفس کردین، نه آب خوردین، نه از گشنگی مردم خبر هستین، نه از تشنگی مردم خبر هستین، نه از مردن مردم خبر هستین، نه در امتیاریش بودین، نه در جنگش بودین، نه در کشتارش بودین، اردوی ملیش بود مرد نبودین، طالبش مرد نبودین، ملکی مرد نبودین، مردم تشنه بود نبودین. امی شما ها چی حق دارین که 4 تا جوان دیگر را بین خود نفاق میندازین، میقبولین تو امارت اسلامی را دو میزنین، جوه مقامت جواب تو در پایین بگی. چون اگر تو در بالا باشی باز فکر میکنم که مرا در گپ زدن نمیمانی که من گپ بزن. در قدم اول زمانی که من 20 ساله بودم در افغانستان، 20 سال خودم در افغانستان زندگی کردم، تو هیچ به دنیا نامده بودی. یک موضوع دوم، در 20 ساله که من در افغانستان زندگی میکردم، جنگشم دیدیم،
بدبختیشم دیدیم، زدنکشم دیدیم. 3 موضوع. موضوع چهارمی که گفتی 30 سال است از افغانستان بیرون هستی. خدا کنه که 100 سال از افغانستان بیرون باشیم. کشورم است، خاکم است. من میتونم حق مسلمم است که راجع به مسائل سیاسیش، که البته سیاستش فعلا سیاست تیک تاکی رو ما کنار گذاشتیم، راجع به هر مسائلش حق مسلمم است که من گپ بزنم. حق از من نه تو گرفته میتونی و نه هیچ کس دیگه. و در این 30 ساله که من در اروپا یا در خارج زندگی میکنم، شاید یک مدت 3-4 سال میشه که همین کرونا آمد که من افغانستان نرفتم، چون اینجا مسئولیت های من زیاد شد. کار شخصی برای خود جور کردم و کار شخصی که هست مسئولیت زیادتر میکنه که تصمیم دارم در این روزا دوباره بخیر برم. پیش از او اگر من افغانستان میرفتم 3 ماه 4 ماه 2 ماه خودم در افغانستان تیر میکردم. خب و از تمام بدبختی های افغانستان، از تمام هر اتفاق که در افغانستان افتاده، از تمامش من با خبر هستم. پس تو هیچ یقه نداری که بیای از من سوال بکنی که تو 30 سال است یا 20 سال است در اروپا هستی، تو حق نداری که راجع به کشورت صحبت بکنی. تو حق نداری که سوال از من پرسان بکنی. خدا کنه که جواب تا گرفته باشی، بجای از اینکه بیای اینجا بیادر گپای گفته اینا چرت و پرت بزنی، یا کمک وره درس بخوان، یا کمک وره تحصیلات تا بالا ببر و قبولی تا بگی، از نان سوسیال خدا بکش. فهمیدی؟ آفرین. حرفای من خلاص بکنم. نه تو حرفایت خلاص شده دیگه، بس از همه قبس است. نه و اگر چرت یا پرت نمی بودک، تو از یک شهروند افغانستان هیچ وقتی سوال نمی کردی که بر از اون نمی گفتی که تو حق نداری. خدا کنه که یک افغانی که حتی در اروپا یا در هر کشور به دنیا میاد و حق مسلمش است که راجع به کشور خود گپ بزنه، راجع به هر مسائلی که در افغانستان از گپ بزنی. این حق تو از او گرفته نمیتونی. خب پس گپای چرت پرت بود که بالا آمدی. پس از این گپای چرت پرت به گفته ایرانیا تحویل مردم دیگه نته. در یک لایف فکر رفتی یک گپ درست بزن که یک چیز مردم از تو یاد بگیرن، یا یک چیزی که میگی مردم لذت ببرن. نه که بیای تو درجه راستی. یک سوال دیگه هم کرده بودی که او ناگفته نمانه. گفتی که قوم پرستی. من تو را اگه درجه بالا بیارم حتی نمیتونی قوم پرستی رو برای من تشریح بدی که قوم پرستی چی معنا میده. وقتی که خودت نمیفهمی قوم پرستی چی معنا میده، پس نیاز نیست که بیای همچین جمله را استفاده بکنی که خودت هیچ آگاهی نداری. پس به مو خاطر برات گفتم که کمک وره تحصیلات تا بالا ببر که فکرت روشن شد. بعد از او بیای در صفحات اجتماعی با دوستا با کسایی که فعال هستن با اونا صحبت بکنی. تو خودت دروغگو هستی. برو دو بالا یک دقیقه سفر لایک گمش کن. تحصیلات من بالاست و خیلی هم بالاست. اگه بالا می بودک گپای تا بالا نمیزدی و از همون طرز صحبت کردنت معلوم می شده که تو هیچ تحصیلات نداری، بی سواد هستی. بگذاریم گمش کن. خب خیر، بیا که بریم دیگه دوستا رو بالا بیاریم ببینیم دیگه دوستا چی گفتن. الو سلام علیکم. خیال داری دوست عزیز؟ خوب است؟ صحت خوب؟ خیراتی است؟ فضل خدا بیادر، آرام باشی. صحت خوب است؟ شکر است. فضل خدا است. بفرمایید. برنامه انتقادی است در کل یا ای که راجع به ویدیوهای جدیدی که ما آپلود کردیم کدام انتقاد، نظر، پیشنهاد اگه داشته باشیم میشنیم. خب بسیار خوب. یک گفتنی داشتیم که زنت از طرف خوارزادیت عامله بود، امو بچه است یا دختر؟ نامش چی بود؟ دوستایی که تازه آمدین کلتان خوش آمدین جیگرم. ما با چکچکی ها زیاد امنیت نمیتیم. چکچکی هایی که از یک آدرس بیان بالای نام خود تاجیک بانن و بالای پروفایل خود عکس آمد شاه مسعود بانن، احمد مسعود بانن، بیرق مقاومت بانن و بیان دو بزنن که خشم تو را زیادتر بکنن و دوباره تو اونمو جنجالکی که در تیک تاک از دوباره برپا بکنی. ما دیگه شما چکچکی ها رو شناختیم، امنیت براتون نمیتم دیگه. تو هم چکچکیستی که پیشتر بالا آمده بودیدم بالا یک کمک برو سفر لایکو بچون. آفرین، اونجا بالا برو سفر لایکو. خب دوستایی که تازه آمدین کلتان خوش آمدین. از امارت چرا دست کشیدید؟ زنده باد امارت اسلامی افغانستان. این سیاست نیست. ما سیاست دست کشیدیم.
امارت که است نظام است، امارت حکومت است. در کار تو هم کار ندارم. از هر گروه، از هر کسی که میخوای طرفداری بکنی تو برو طرفداری بکن. در تو کار ندارم. سلامونه و نیکی هیله. سلامونه بخیر آقا. خیر اوسې، مننه. ټول ته سلامونه او نیکې هیلې وایم ټولو لیدونکو ته. اوله خبره دا ده چې موږ او تاسو افغانان استو. په هر ملتونو کې قومونه مختلف وي. ګوره که تاسو ایران ته فکر وکئ، چین ته فکر وکئ، همداسې نورو مملکتو ته شاوخوا فکر وکئ، نو هر مملکت کې اقلیتونه بیل بیل دي، خو اما په دوی یو ډیالوجي سره باندې راټول دي. موږ او تاسو باید په یو فکر سره راټول شو. یعنې زموږ ستاسو د جامعې فکر چې ده، زموږ او ستاسو د جامعې فکر چې ده، دا د اسلام تګلاره ده. موږ باید په دغه تګلاره باندې لاړ شو، بیا هله سره یو ځای کېدای شو. چې کله موږ ټول د اسلام فکر ونه لرو، دغه فکر پر موږ په مزغو کې نه وي، دغه تګلاره موږ په مزغو کې نه وي، بیا موږ نسو کولی چې په یو قتلې سره راټول شو. کله چې موږ غواړو چې په یو قتلې سره راجوړ شو او دا مملکت ته پرمختګ ورکو، نو باید موږ دغه شي ته کار وکړو، اسلام ته کار وکړو او د اسلام خپل بچان په فکري جګړه کې ښه وروزو، تر څو چې دوی ځان کې اسلام درک. کله چې اسلام درک ځان کې، کله په اسلام په احکامو پوه شو، کله د اسلام په اصولو باندې پوه شو، نو هر سړی کولی شي د یو نظام نه باسو کړي، د یو سیاست نه باسو کړي، د یو ښه ایډیالوژي او د ښه فکر نه باسو کړي. کله چې دغه شی په یو انسان کې نه وي، بیا هغه نشي کولی چې هغه د خپل جامعې نه نمایندګي وکړي. اوس دلته اکثره خلک په اسلام نه پوهېږي، راسي کنځا وکړي، رد و بد ووایي، کته سي بیرته. نو دا علت څه ده چې د هغې جامعې په فکر باندې نه پوهېږي. کله چې د هغې جامعې فکر باندې د هغې جامعې په فکر باندې رالوی شوی، نو بیا خپله کولی شي یو جامعې ته ښه اندیشه ورکړي، ښه تګلارې باندې بوځي. نو موږ او تاسو ته پکار ده چې موږ او تاسو د اسلام زده کړه وکړو، د اسلام تاریخ ولولو، د اسلام په لارې باندې لاړ شو. موږ د نبي علیه الصلاة والسلام سیرت ولولو، د عمر رضی الله عنه سیرت ولولو، بیا په هغې باندې قدم کېدو مخته لاړ شو، همداسې پرمختګ وکړو. اوس راغلو اقتصاد ته. اقتصاد خبره ګوره په ټول جهان کې اقتصاد نشته، یو په افغانستان کې نه ده چې په افغانستان کې اقتصاد کمزوری دی. که اوس موږ مثال پاکستان ولې خلک ځي اروپا ته؟ ځکه چې هلته اقتصاد نشته. اوس ګوره ولې د هندوستان خلک ځي اروپا ته؟ ځکه چې هلته اقتصاد نشته، اقتصاد کمزوری ده. هغه حد کې نه ده چې ټولو خلکو ته ډوډۍ ورسېږي، ټول خلک په نس ماړه وي. یو څه خلک پکې نس باندې ماړه دي او څه خلک پکې غریبان دي. افغانستان کې هم همداسې ده. کله چې موږ غواړو د خپل ملت سره په اقتصاد سره هم راښه، نو باید د خپلو طبیعتي زیربناو نه استفاده وکړو او دې لپاره یو ښه فکر پکار ده، دې لپاره تعلیم پکار ده، د دې لپاره ټکنالوژي پکار ده، د دې لپاره ښه انرژي پکار ده، د دې لپاره ځوانان پکار دي، د دې لپاره ښه یو ماحول پکار ده، د دې لپاره امن پکار ده. شکر ده اوس افغانستان کې امن راغلی. اوس باید موږ تعلیم ته کار وکړو. تعلیم په کم ډول، ګوره تعلیم هم خپل معیار لري. داسې نه ده چې موږ لکه دا 20 کالو کې مکتب ویلې پرچه به وی وړاته یو چې عریضه به د کله لا بړي، مثال یا چوک مخابرات یا بلته موږ په جلابات کې اوسېدو، نو موږ به چوک مخابرات لاړو، هلته به په چا عریضه ودي، کله بیا به لاړو ریاست ته، ریاست کې به یو شعبې نه بله شعبې، بله شعبې نه بله، تر څو چې مکتب دوست عزیز صحبت‌های ما اکثر صحبتات کلا هم نظر هستم. 100% با شما در بخش همدیگر پذیری باید همیشه زیادتر فعالیت بکنیم و وقتی که ما شما یک مجتمع محکم باشیم، خب 100% این مسلم است که هیچ کسی نمیتونه که دخالت بکنه در مسائل داخلی ما. ولی 3 سال فکر نمیکنی که مدت بسیار طولانی است؟ در 3 سال مردم افغانستان از تحصیلات خیلی پس میمانند. نه فقط یک اصلاحاتی که به وجود بیاید، فکر میکنم که 3 سال بسیار مدت طولانی بود. شاید حتی در 6 ماه یا 3 ماه میتونستن که همین اصلاحات بیارن، مکاتب برای دختر خانما باز بکنن. آیا فکرش نمیکنی که اینا نمیخواین که مکاتب برای دختر خانما باز بکنن؟ نه داسې خبره نه ده. ګوره مکتبونه واضح، خو موږ به باید اول د خپل تاریخ او د همسایګانو تاریخ سره برابر لاړ شو، خپل سیاست د هغوی په انډول کې برابر کړو. ګوره
ګوره که تاسو چېرې د چین تاریخ ولولئ یا د مثال ایران تاریخ ولولئ ځکه چې دا زموږ نږدې مملکتونه دي او یا د جاپان تاریخ ولولئ نو دوی چې کله ازادي اخیستې جنګ نه راوتلي دي دوی 15 کاله 4 کاله خپل مکتبونه درولي وو په دې لپاره درولي وو چې هغه د دوی د ذهنیت هغه فکري جګړه چې دا هغه را کنټرول کړي او اوس تاسو جمهوریت په اول وختو کې د جمهوریت په اول وختو کې چې کرزی نه وی راغی په هغې وخت کې مکتبونه بند وو اکثریت جو کې مکتبونه نه وو ځکه چې هلته کتابونه چاپ کو په لحاظ دغسې پکار ده چې باید یو څو کاله دوی ته موږ منتظر شو تر څو هغې حد ته راورسېږي چې انډول برابر شي د خلکو د ذهنیت د امارت راجذب کړي بیا هغې نه بعد مکتبونه موازیږي ذهنیت اگر یک طفلی که فرض مثال یک نوجوانی که اگر 12-13 ساله بود امروز 16-17 ساله شده بود تا چقدر صبر یعنی طرف باید 30 ساله شود که ګوره داسې دا ګوره ښه زه ته وایم چې سیاست باید انډول برابر وي د نړۍ سره ګوره که موږ همغه کتابونه همغه فکر بیا په مکتب کې ورکړو نو بیا به دوی بیا به زموږ مخالفت کوي بیا به دغسې لکه دا اوس چې تا ته لایف ته راخېږي ناقه په ناقه درته کنځا وکړي دا د بد ووایي نو موږ هغې چوکاټ ته نه رسېږو تر څو چې موږ یو مکانیزم برابرو بدارت نمیگیم خوبی که حق مسلم ماست که ما راجع به مکاتب دخترانه باید صدا کنیم یو څه به زه وایم ګوره علم په هغه کې په قرآن کریم کې فرض ده پر انسان باندې چې علم وکړي خو علم خپل وخت و زمان لري داسې نه ده چې ګوره یو دم اوس ګوره دې لپاره بودیجه پکار ده خب گپ ما که شما هم نظر نیستیم علم وقت و زمان داره علم هیچ وقت زمان نداره علم باید یک روز که تو از علم اجازه بده یک روز که تو از علم پس میمانی یعنی خیلی پس ماندی امروز ما 3 سال از علم پس ماندیم نه خب ما برات گفتم وقتی که تو تاریخ مطالعه کنی از کشورها باز میفهمی که تو مسئله در کجاست ما نمیخوایم با کس خود مقایسه بکنیم ما نمیخوایم خود چرا باید مقایسه کنیم با مردم باید خود مقایسه کنیم چرا که نه ما نمیخوایم اگر تو میخوای ما یک کشور مستقل هستیم ما قانون خود داریم به شک ما مستقل هستیم اگر تو میخوای که دنیا برابر شوی در یک جای بری که دنیا که تو مثل امریکا باید تحصیلات باید بالا ببری اگر نه که پسگانی باید تحصیلات پس گپ درست ما میگم درست خو صحیح تو اول سکو اگر د چین د این سطح رسیده به خاطر چی رسیده به خاطر چی که اوجا یک فکری جنگ شده وقتی که فکری جنگ را مهارت میکنی باید تو دامی سیاست پیش ببری که مطابق اندول با دنیا برابر باشد نه از علیحده از او چیزا که دنیا میکنه تو باید کنی او تو نمیشه اگر تو تنها درا بری باز نمیشه باید که دنیا یکسان بری که هم چی برابر شو ببخشی ما دری ما کم زاری مشکل داره خو نه مشکل نیست ما وقتی که پشتو هم گپ میزنم من صحبتایی که میفهم فقط گپ زدن نمیکنم دوباره پشتو گپ زدن نمیکنم ولی صحبتایی که من متوجه میشم که خودت میگی و راجع به کدام موضوع صحبت میکنی در کل نظر هر کس نظر شخصی خود داره خودت نظر شخصی خودت داری من نظر شخصی خودم دارم من نظر شخصی من اینمیسته که 3 سال مدت بسیار طولانی است 3 سال که اگر ما از تحصیلات عقب میمانیم خیلی عقب ماندیم یعنی حداقلش تو 3 سال رقم 3 سال 3 سال وقتی که در یک کشور از تحصیلات پس میمانن فکر کو که اونا 30 سال پس ماندن 30 سال این 3 ساله که پس ماندن یعنی 30 سال پس ماندن پس ما 30 سال است که از تحصیلات به عقب ماندیم یعنی مردم ها خانم ها در یک خبره دی بالکل ستا صحیح ده چې مثال یو سړی 3 کاله د یو مکتب نه پاتې شي یعنی هغه 10 کاله د مکتب نه پاتې خبره دلته د هغې نه ده خبره دلته د فکر ده وخت که ته ګډ وډ لاړ سې هغه کومه چې ستا مقصد لاره ده هغې ته نشي رسېدلی ګوره که زه تا ته مثال ووایم په دنیا کې که نه ته د کور نه وځې 2 دروازې په
په بخښنې سره ما موبایل خطا شو. ببخشید بیادر من اینجا یک دقیقه مصروف شدم. پیشترم گفتم حالا برات میگم هر کس گفتم نظر خود داره، تو خودت نظر شخصی خودت بیان کردی اینجا. ما هم نظر شخصی خود گفتم که 3 سال مدت بسیار زیاد است، باید مکاتب برای دختر خانم باز شود. نه درست است، گپ تو درست است، تا خبره بالکل صحیح ده. د مکتبونو باید دروازه واضح شي، خو خبره داسې ده موږ باید د دې مسلې اونغ ته فکر وکړو. که چیرې موږ ګوره زه تا ته مثال وایم، که چیرې موږ په لنډ باندې لاړ سو که نه لنډ باندې، نو هغه څه چې موږ هدف لرو هغه نشي ترلاسه کولی. که چیرې په اوږد باندې لاړ سو موږ ښه فکر هم ورکولی سو او ښه درس هم ښودلی سو، ښه هغه شی زده کولی سو، هغه شی لاسته راوړلی سو چې کوم زموږ مسخد وي. ګوره که ته چیرې یو سړي ته د ورځې 12 کتابه درس ووایي او هېڅ شی یاد نه کړي خو هېڅ مقصد نه لري. که سړي ته 1 صفحه درس ووایي یو صفحه د ورځې 1 صفحه درس ووایي اما شی زده کړي نو هغه ډېر شی ده. او که ته هره ورځ راځې ورته 12 کتابونه دې ورته بار کړي او ورته وایې او هېڅ شی زده نه کړي نو هېڅ معنا نه لري. همین مقصد شما اصلاحات است که اصلاحات بیاید. همین اصلاحات چی وقت نه، همین اصلاحات 3 سال طول کشید. 3 سال ایره بخوای یا نخوای 3 سال مدت طولانی است، مدت بسیار زیاد است، بسیار یک ضربه بسیار محکم و به مردم افغانستان وارد میکنه. پس 3 سال چی وقت؟ 3 سال خب بسیار مدت طولانی است نه بیادر. خب باید در گفتم اصلاحات هغه تر راتلی چې کله یو رسمي حکومت اعلان شي. اوس خو حکومت موقتی ده. ګوره اوسه پورې ادارې نامکملې دي، رسمیت نه لري. تر اوسه پورې ادارې د حکومت چې ده دا موقتی ده. هر حکومت چې کله راځي یعنی ما تحصیلات خود ارتباط میدیم به خارجی ها، یعنی خارجی نه به رسمیت شناختن علیحده است و حکومت اعلان که رسمی حکومت اعلان کرده علیحده است. هیچ ارتباط نداره. ما تحصیلاتی که در داخل افغانستان تحصیلات میکنیم، ما راجع به تحصیلات داخل افغانستان گپ میزنیم. ما رو چی به خارجی ها، ما رو چی به دیگر کشورها که ما رو به رسمیت بشناسه یا نشناسه. حکومت پیژندو خبره نه ده وروره، دلته د رسمي حکومت اعلان کېدو خبره ده. دلته ګوره په افغانستان کې اوس موقتي حکومت دی، رسمي حکومت نه ده. ګوره هر حکومت چې اول راځي 8 یا 9 کاله د جمهوریت په وخت کې 8 کاله موقتي حکومت، کله چې تر څو رسمي حکومت اعلانېږي باید حکومت قوي سي، حکومت مستحکمه سي. یعنی خود میگی که 6 سال حکومت موقتی، یعنی 6 سال باید مکاتب برای دختر همین طرف سرصدا زیاد زیاد سرصدا 6 سال باید مردم افغانستان از تحصیلات عقب کنند. نه باید زودتر شوه، خو مگم اوجا منابع بسیار ضروری است که خو د مثال 2 سال بعد یا 3 سال بعد قشتپه مکمل میشه، اوجا مردم سر کار میشه، اوجا عایدم میاد. علی مثال پروژه تاپی او شروع میشه از اونجا ماید میاد. باز ما میتونیم که خوب مکتب جور کنیم یا خوب درس جور کنیم یا خوب تعلیم پیش ببریم. حالا اگر مثال یک بچه بیا به درس کامپیوتر نباشه، مثال برق نباشه، معلم نباشه، خو مکتب هیچ معنا نمیده. وقتی که تو هر چیز میخوایی باید دولت مستحکم باشه، دولت باید بودجه داشته باشه، دولت باید معلم داشته باشه. کشورهایی که بودجه نداشتن مثل آلمان در وقتش، ولی کشورهای دیگه حتی یک سرپناه بر مکتب نداشتن، سرزمینا کتابای خود گرفته بودن درس میخوانن. نه درس خو همیانم د افغانستان جریان داره ساکو، درس خو همیانم د افغانستان جریان داره. تو نه که درس مکمل بند شده، علم خو عالم جریان داره.
خو مگم که مثال سیستم که باز واشه که بسیار پرمختگ کنیم یا بسیار پیش بره نو به خاطر امی کم موقت مانده به خاطر چی که چرا بودجه کم است او طرز که حکومت هم حالی به او سطح نیست که هر چیز یعنی مکمل باشه یعنی معلم باشه کتابچه باشه قلم باشه به او سطح نیست. گوش کن تا 2 سال پیش ما کتاب است صدا سر صدا تا 3 سال پیش میگفتیم که جزیره قدرت است. تا 3 سال پیش میگفتیم هر قدر معادن که هست چورو چپاولگرا چورو میکنن، ولی امروز خود معادن خود در دست امارت اسلامی افغانستان است و امروز بودجه در دست امارت اسلامی افغانستان است. پس ما چطور میتونیم بگوییم که بودجه نیست که یایی که ما وستوانش نداریم؟ وستوان است. پس در اینجا یک دلیل قانع کننده باید برای مردم افغانستان بگوین که مردم افغانستان آگاه شوند که چرا به اینی دلیل مکاتب بسته است که قناعت بکنن، ولی میبینیم که نه. 3 سال است که ساکو بیا در این یک سیاست است. وقتی که اگه بیا دلیل مطلق دلیل بگو خیلی مردم میخزد میگه چرا تو میکنی؟ به خاطر سیاست که تا که وطن مستحکم شو یا حکومت مستحکم شو باز خودش اعلام میکنه هیچ حکومت نمیتوانه که یک مکتب بند کنه یک تعلیم بند کنه، هیچ حکومت نمیتوانه. ممنون است که بر ما وقت دادی. ما جا کار میکنم ببخشی بسیار زلتا کار کنم. تشکر از نظر چیزا راجی کردم. ممنون کور دی ودان شما سره خبرې وکړې. الله مو ژوندي لره. زه کار کوم په ډیره بخښنې سره. قانع کننده نیست که یک سیاست است یا ای که بودجه نیست. گفتم در خیلی کشورها نمی تو چیز بوده همین وضعیت، در این وضعیتی که ما فعلا قرار داریم که وضعیت ما شاید فکر میکنم خیلی بهتر از وضعیت او کشورها بوده باشه که مثل گفتم آلمان و دیگر کشورهایی که فعلا قدر پیشرفت کردن. در همون زمان مکتب نداشتن، سرپناه نداشتن، ولی در سر زمین ها در یک جای میرفتن میشیشتن درس میخواندن دیگه. پس قانع کننده نیست. 3 سال مدت طولانی است. در این 3 سال باید مکاتب برای دختر خانم باز میشد که هنوز باز نشده و چقدر دیگه طول میکشه این خبر نداریم. پس به عنوان یک شهروند افغانستان وظیفه ماست که صدای خود بلند بکنیم، انتقاد بکنیم که چرا مکاتب برای دختر خانم ها در افغانستان بسته است. حق تحصیلات چرا میگیرین از مردم افغانستان؟ فارسی نیوز در لایف دیدم تا ندیدم ویدیویت پخش شد. برای سالم شاهین میگی که ما باعث شدیم که جانی که تو کار نداشته باشه. تو من خوب با تنبیکایت که در اینجا با تصویری من امنیت نمیدمش. تو از پشت پرده می تو سردهش حساب نمیگن. همین تو وجود داری یا نداری؟ کسایی که با تصویر من در اینجا گپ میزنن من اونا رو امنیت نمیدم. تو که یک آدم دروغ هستی، یک آدم یعنی هیچ وجود نداری، یعنی هیچ نیستی. برای تو خیلی امنیت نمیدم که تو کی هستی. حالا که مثلا سمی خوش آمدی، چی حال احوال داری؟ صدا بند است، 1 ساعت از گپ زده روان است.
همین فارسی نیوز هم اینو زمان بر تو امنیت داده میشه که تو کمک بر غیرت کنی تصویرت بزنی. فهمیدی؟ ما خب بعد راجع به گفتیم که راجع به مسائل سیاسی دیگه گپ نمیزنیم، ولی راجع به شما تعداد اشخاصی که از پشت پرده این نفاق مندازین، هر وقت که غیرتش داشتی که آمدی با تصویرت آمدی، بعد از او برات امنیت میتیم. تا فعلا نه. تو هیچ، یعنی برای من شخصا، برای من تو هیچ وجود نداری. تو کامپیوتریستی، یعنی هیچ وجود نداری. یک کسی که تصویرش معلوم نیست، چیزش معلوم نیست، هیچ وجود نداری تو.